سلام دوستان عزیز. امروز در این درس ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه فعلهای خود را از حالت مثبت به حالت منفی برگردانیم، یعنی فعل کردن را به فعل نکردن برگردانیم. به عنوان مثال امروز ما به شما فعل ایگرت را نشان خواهیم داد، یعنی بازی کردن. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، چنانچه شما میدانید فعل ایگرت مصدر فعل ما به معنای بازی کردن می باشد و اگر ما بخواهیم از کلمه ایگرت که بازی کردن است بگوییم که من بازی کرده ایستاده ام، چگونه ما این را می گوییم؟ استفاده می بریم از جمله یا ایگرایو. یا ایگرایو، من بازی کرده ایستاده ام. و اگر بخواهیم جمله خود را که بازی کرده ایستاده ام می باشد با بازی نکرده ایستاده ام گردانیم، پیش از کلمه ایگرایو کلمه نه گذاشته می شود. یا نی ایگرایو. یا نی ایگرایو، من بازی نکرده ایستاده ام، که معنای هر دوی اینها چنانچه گفتیم یا ایگرایو من بازی کرده ایستادم و آن را به شکل منفی برگرداندیم، من بازی نکرده ایستادم. دوستان عزیز، من بازی کرده ایستاده ام که ما گفتیم و از جمله یا ایگرایو استفاده بردیم، نه تنها در حالت استفاده برده می شود که من در یگان کامپیوتر یا تلفن یا در پلنشت یگان بازی را کرده ایستاده باشم و از این استفاده برم که من بازی کرده ایستادم یا اینکه بازی نکرده ایستادم، در آن حالت استفاده برده می شود. ولی حالتی که ما می خواهیم به شما توضیح دهیم این می باشد که این جمله را ما باز می توانیم در حالت استفاده بریم که ما با یگان انسان یگان سخن جدی را داریم حرف میزنیم یا یگان کار جدی داریم میکنیم و طرف مقابل ما کار ما را جدی نمیگیرد، یعنی خیال میکند ما داریم شوخی میکنیم یا یگان چیزی دیگر. و به همین سبب ما می توانیم از کلمه یعنی ایگرایو من بازی نکرده ایستادم استفاده بریم که معنای ما بازی که ما گفتیم تلفنی یا کامپیوتری نمی باشد. معنای این می باشد که من شوخی نکرده ایستادم، یعنی ایگرایو. اکنون ما تلفظ این را در یک فیلم کوتاه با شما نگاه میکنیم و دوباره برمیگردیم. Я не играю, ясно? Открывайте. Я не играю, ясно? Открывайте. Я не играю, ясно? Открывайте. جمله‌ای که ما در فیلم شنیدیم این بود که Я не играю, ясно? Открывайте. Я не играю, ясно? Открывайте. یعنی من بازی نکرده ایستاده ام، که این را ما در پیش به شما گفتیم. یعنی ایگرایو من بازی نکرده ایستادم و در فیلم به معنای بازی کردن تلفنی یا کامپیوتری نبود، به معنای بود که من شوخی نکرده ایستاده ام. کلمه یسنه به معنای واضح است، روشن است برای شما، یعنی روشن است، واضح است که من با شما بازی نکرده ایستاده ام. اتکریوایت که در درس گذشته ما گفتیم طرز فرمانی فعل اتکرید می باشد که باز کنید. باز کردن گفتیم با خواهش نیست، باز کردن فرمانی می باشد. اتکریوایت باز کنید. Я не играю, ясно? Открывайте.